رسول الله علیه السلام قدش نه خیلی بلند بود و نه خیلی کوتاه بود، متوسط بود، از زیباترین انسان ها بود. صورتی تقریبا گردی داشت و وقتی لبخند میزد مثل ماه میشد. چه لبخند زیبایی داشت. چشمهاش یه رنگ قرمزی داشت یکم و دور چشمهاش به طور طبیعی سیاه بود. رنگ پوستش سفید بود، نه زیاد سفید، و موهایی تقریبا صافی داشت و بین شونه هاش علامتی بود که نشونه آخرین پیامبر بود. انس رضی الله عنه میگه که هیچ حریری رو نرمتر از دستهای رسول الله ندیدم و هیچ مشک عنبری رو خوشبوتر از بوی رسول الله. چرا ساکتی؟ صلوا علی النبی. سلام علیکم. الله ربی والاسلام دینی ومحمدا رسول